بنویسیم سمانه کمالی. چقدر زیادین. هانیه مقدسه. چه خوب، خوشحالم من. آقای معظمی شما که از دانش پذیرامون هستین. محمد من تو لایو بودم. تو لایو بودی. خب من اولین بار وبینار ولی لایو اینستا زیاد بودم. نعیمه، لیلا، من اولین بار هستم. چه عالی. خب بذار ببینم ساعت چنده. ما رأس ساعت 10 شروع میکنیم. حالا معمولا زودتر میریم تو کلاس با بچه ها ارتباط بگیریم. من اولین بار وبینار هستم. مرجان علیپور. خب چقدر عالی. چون گفتیم 10 شروع میشه منتظر میمونیم تا بچه ها ساعت 10 بیان. و اینکه خب اینجا چند نفر سئو سایت خودشون رو دارن انجام میدن. یعنی تو سئو سایت خودت رو فقط داری انجام میدی و قرار نیست متخصص سئو بشی یا اینکه پروژه بگیری. محمد رضا، امیر، سینا، فروغ، نعیمه. دیگه کیا دارن سئو سایت خودشون رو؟ الهام، مرتضی، سحر. به میشه در مورد هم کانسپتی که الان میگید توضیح بدین؟ نه واقعا نمیشه. بحث کلاسمون فقط راجع به چگونه سایت خود را سئو کنیم. من سایتم داروخونه است زمانه. مهندسه. خب حالا بنویسین در مورد این که سایتتون در چه حوزه‌ایه، از جایی که میخوام خودشون سایتشون رو سئو کنن. زیورالات، لیلا که میشناسم تو حوزه زیورالاتی. اسپورت ماشین، محدثه، سینا، سایت. فکر کنم در حوزه طراحی سایت و اینا هستی. سایت یه نفر دیگر رو سئو میکنم. سمساری. خانم فروغ، سمساری که خیلی حوزه کم رقابتیه، یعنی خیلی راحت میتونی حوزه‌شو بگیری. حالا نمیدونم سمساری تو شهرستانی یا تو تهران. تو تهران که فوق‌العاده است. سینا عینک، برقکاری، مهرداد، خدماتی میشی. ببینید برقکاری، سمساری بچه اینا خدماتی هستن، باید باشون تماس بگیرن. لوله و اتصالات، مرتضی، اینا خدمات هستن، باید باشون تماس بگیرن. پت شاپ، خب فروشگاه هستین. آموزش فوتسال، امیر تاجی. آقای تاجی الان شناختم. الان شناختم آقای تاجی. گفتیم فوتسال. خب خیلی از بچه های اینجا توی چیز هستن با همون پیج اینستاگرام. فروش قطعات الکترونیکی، الهه. محمد رضا، فروشگاه عطر اتکلون، فروش فایل، سجاد، پنجره 2 جدار ناهین. فروغ میگه تهرانم. نمیگم که تو این حوزه کار کردم و چند سال دست من بوده این حوزه. خیلی خوب میشناسم این حوزه رو. قشنگ رقباشو میشناسم، همه کاراشون رو میدونم. زعفران، هانیه، نعیمه طراحی سایت. بچه‌ها تو طراحی سایت برید به سمت لوکیشن و حوزه‌های خاص. یعنی چی لوکیشن؟ طراحی سایت در تهران، غرب تهران، یا طراحی سایت در جردن. یکم نیچش کنید، راحت‌تر بالا بیاید. و مورد دیگه این که خاص بذارید. خاص یعنی چی؟ طراحی سایت پزشکی، طراحی سایت دندان پزشکی، طراحی سایت فروشگاهی. این خیلی بهتون کمک میکنه. میگه چیز خانم بود از این مبتدی نگید، یه نکاتی رو بگید که واقعا اثرگذار حرفه‌ای باشه. ما نکاتی رو میگیم که شما چطوری سایت خودتون رو سئو کنید. خب اینکه حرفه‌ایه یا مبتدی من نمیتونم سطح تمام بچه‌ها رو تشخیص بدم، چون باهاشون کلاس نبودیم، دوره نبودیم. سئو سایت خودم میخوام انجام بدم. خب بریم. فکر کنم دیگه ساعت 10 شد دیگه. آره 10 و 1 دقیقه است. خب
سمساری گفتین خدماتی هست، یعنی نکته خاصی داره. بله، اصلا سئو سایت خدماتی خیلی متفاوته با سایت فروشگاهی. و اینکه اگر نیاز به کمک داشتیم میتونی ما هم مشاوره بهت کمک کنیم، چون من این حوزه رو کامل میشناسم. و بچه حواستون باشه سایت های خدماتی مثل پزشکی، وکلا، سمساری، مثل مشاوره های کنکور، مثل روانشناسی، اینا سئوش متفاوت میشه و بهش میگیم خدماتی، چون باید باهاتون تماس بگیرن و تو اگر نتونی مخاطب توجیه کنی با تو تماس بگیری تموم دیگه. حالا هی سئو کن، هی بیا بالا، پس متفاوته. خب یکی گفته در مورد زیورالات بگین. من چیزی رو میگم که به درد همه شما بخوره، همه شما. خب چون اصلا بحث سئو این نیست که طرف میاد میگه مثلا میخواد با ما دوره بگذرونه، میگه که اینکه آقای دانش شروع شده، ما از قبل اومده بودیم یه داشتیم با بچه ها آشنا میشدیم و بذار من کامنت ها رو ببندم بریم شروع کنیم. و قبلش یه توضیح بدم تا آخرش وایسید ویدیو رو بهتون میگم چطور میتونید داشته باشید. خب صدا نداری میتونی میگه صدا ندارم زمرد بنویسم واسه بگم یه بار خب بچه من چت رو غیر فعال میکنم، یه توضیح میدم، میریم جلو با همدیگه عملی کار میکنیم، میبینیم و اینکه در قدم بعدی بعد میایم چت رو باز میکنم بقیه مبحث رو میگم. خب پس اینکه اگر سوالی به ذهنتون رسید لطفاً یک کاغذ و یک قلم کنار دستتون باشه، من دارم توضیح میدم، همون لحظه کنار دستت بنویسش. و اینکه حتما توی آموزش حتما نکات یادداشت بشه، نگو این یادم موند، خیلی نکته حرفه‌ای بود من یادم موند. حتی اگه بگی یادم موند یه چیزی رو یادتون نره. ضعیف‌ترین قلم ها از قوی ترین حافظه ها قوی ترن. تو ممکنه یه چیزی رو 10 سال پیش توی یه دفتر نوشته اصلا یادت نمیاد و اون روز خیلی برات مهم بوده، خیلی هم حساس بوده یا هر چیز دیگه، بعد از 10 سال میری میبینیش و یادت میاد. پس نکته برداری در مبحث سئو یکی از اصول بسیار مهمه. بریم شروع کنیم اینکه چطوری سایت خودمون رو سئو کنیم. اینکه من میگم سایت خودمون، هر سایتی که دستتون میاد میتونی این روش رو روش اجرا کنی. خب میتونی اینو اجرا کنی و پیاده کنی. وقتی میخوایم سئو یه سایت رو شروع کنیم، خب قدم اولی که در سئو سایت هست اینه که خب من اینو اسلایدی آورده بودم، یه لحظه صبر کنید. خب اینجوری بهتر شد، چون یه دفعه تمام محتوا بخواد بیاد رو بشه میشه. خب بچه من سوالی که از شما دارم این که صفحه من یه لحظه چت رو باز میکنم. اگر صفحه چت من صفحه دسکتاپ من رو دارید یه عددی 1 بذارین، اگر آماده و صفحه دسکتاپ من دارید یه عددی. مرسی متشکر. خب بریم شروع کنیم. من چت رو با اجازهتون میبندم، توضیح میدم و میام جلو. خب بچه ما وقتی میخوایم سئو سایتمون رو شروع کنیم، در قدم اول هر کسی فکر میکنه که سئو یه سایت همیشه گفتن محتوا پادشاهه.
دیگه محتوا بریم بذاریم. بچه بریم یه تعداد زیادی محتوا روی سایت منتشر کنیم. شاید نظر شما هم همین باشه که قدم اول در سئو تولید محتوا، اما باید بگم قدم دوم در سئو تولید محتوا. قدم اول چیه؟ قدم اول تحقیق کلمه کلیدی. هر سایتی رو که تو میخوای سئو کنی لطفاً مقاله ننویس رو سایتت بذار، لطفاً محتوا نگو خوشم اومد رو سایتت بذار. هیچ کاری انجام نمیدی تا تحقیق کلمه کلیدی رو بری جلو. خب تحقیق کلمه کلیدی یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ چرا من باید تحقیق کلمه کلیدی انجام بدم؟ خب به چه کارم میاد؟ تحقیق کلمه کلیدی، ببینید شما دارین سایت رو سئو میکنید که بر اساس یک سری کلمه بیاد بالا. درسته؟ مخاطبت میخواد زیورالات باشه، میخواد سمساری باشه، میخواد حوزه ماشین اسپورت باشه، هر حوزه‌ای که هستین، داروخانه آنلاین. بچه تو حوزه های مختلفی که شما الان مثال زدین چه چیزی رو گفتین؟ خب این که شما حوزهاتون همه مختلف، درسته؟ هر حوزه‌ای که بخوایم شروع کنیم شما باید بدونید مخاطب تو که یه داروخانه آنلاین هستی چی در گوگل سرچ میکنه. من نمیدونم، تو هم نمیدونی، روش داره که روششو بهت میگم. خب یا اونی که سمساریه مخاطبش چی تو گوگل سرچ میکنه، چه میدونم. پس وقتی من نمیدونم مخاطبش چی داره تو گوگل سرچ میکنه اجازه نوشتن محتوا ندارم. خب اینجا رو دقت کنین. شما خب قدم اول اینه که مشخص کنی مخاطب تو چه کلمه ای رو در گوگل سرچ میکنه. وقتی کلمات رو پیدا کردی که میریم روش عملیش رو با هم میبینیم، شما در قدم بعدی اجازه داری وقتی ببین کلمات پیدا شدن، خب اینجا کلمات پیدا شدن، تو اجازه داری بری سراغ سفارش محتوا یا چی؟ یا تولید محتوا. میتونی سفارش بدی کسی برات این کار انجام بده، میتونی بیای خودت بنویسی. بریم با هم دیگه عملی ببینیم این بحث رو. خب شما مثال زدیم، گفتین چی؟ گفتین که من حوزه سمساری کار میکنم، یکی گفته بود داروخانه آنلاین. بچه تحقیق کلمه کلیدی شما دقیقاً از اینجا شروع میشه. خب من 2 تا روش بهتون عملی یاد میدم. روش اول بهش میگیم روش دستی که ساجستشن ها و ریلیتد های گوگل رو بررسی میکنیم. به کلمه اولتون فکر کنید. کلمه اول بهش میگیم دانه. کلمه اول تو چی بود؟ یکی گفت سمساری، یکی گفت زیورالات، یکی گفت داروخانه آنلاین. من 3 تا رو براتون مثال میزنم، حالا بعد بیشتر با هم تعامل داریم. خب ببین سمساری، خب سمساری رو سرچ میکنی، کلمه دانه شاید خیلی براتون سوال بشه چیه، از کجا بیارمش. کلمه دانه کلمه حوزه کاری توه. حوزه کاری من چیه؟ سئو. کلمه دانه من چیه؟ سئو. حوزه کاری دوستمون که داروخانه آنلاین بود با هم داروخانه آنلاین، با اون شروع میشه. یکی فرشه، خب با فرش شروع میشه. اما هیچ وقت رو این کلمه شما سئو نمی کنید. پس رو چی من سئو میکنم؟ بهت میگم. ببین وقتی کلمه سمساری رو سرچ کردی به اینا میگیم ساجستشن. ساجستشن یعنی چی؟ یعنی سرچ بعدی مخاطب. سرچ بعدی مخاطب یعنی چی؟ یعنی اینکه تو سمساری رو خب اومدی سرچ کردی و تو که نه مخاطبت به نتیجه نرسیده، سرچ بعدیش اومده انجام بده. سمساری غرب تهران، سمساری سیار تهران، سمساری شرق تهران، سمساری تهران مبل، یعنی طرف دنبال مبل میگشته. خب یا سمساری فوری. بچه تمام این کلمه ها رو شما باید بردارید. بعد میایم پایین، اینجا رو هم نگاه کنید. سمساری آنلاین، سمساری غرب تهران، این کلماتی هست که دقیقاً تو باید روش سئو انجام بدی. رو سمساری کار نمی کنی، این دانت. رو زیورالات کار نمی کنی، این دانته. چرا؟ چون کسی که سرچ میکنه سمساری اصلا معلوم نیست هدفش چیه.
دنبال سمساری میگرده که وسیله‌شو بفروشه یا دنبال سمساری میگرده که بره وسیله ازش بخره. هدف معلوم نیست. خب اصلا معلوم نیست کجای ایرانه. تهرانه؟ شمال تهرانه؟ اصلا شاید اصفهان باشه. ولی کسی که سرچ میکنه سمساری غرب تهران، دقیقاً یه آدمیه که غرب تهران داره زندگی میکنه، دنبال یه سمساری هم غرب تهرانه. خب پس این خیلی نیچ تره. این کلمه در سئو بسیار برای شما بهتره. رو کلمه دانه سئو نکنید. بیایم مثال زیورآلات بهتون بزنم. بعد ببین همینجوری میری جلو. قدم به قدم میری جلو. سمساری غرب تهران، ستارخان، جنت آباد، پونک، سمساری مبل غرب تهران. این کلمه ها رو باید برداری و بیایید چیکار کنید؟ بیایید دسته‌بندیشون کنید. خب بیایید دسته‌بندیشون کنید. بذارید من یه مثال دیگه بزنم بعد بهتون میگم دسته‌بندی چطور اتفاق میفته، چطوری باید واسهشون تولید محتوا کنیم و قدم بعدی. بریم سراغ زیورآلات. آیا من باید روی زیورآلات سئو کنم؟ خیر، زیورآلات یک کلمه دانه است، کلمه پایه است. کسی که سرچ میکنه زیورآلات اصلا معلوم نیست دنبال چی میگرده. شاید زیورآلات مردونه میخواد. بیاین اینجا نگاه کنید، از ساجستشن ها کمک بگیرید، از ریلیتد ها کمک بگیرید. اینا سرچ بعدی مردمه. زیورآلات مردانه. آها، تکلیفم مشخص شد. میرم رو کلمه زیورآلات مردانه سئو میکنم. زیورآلات دستساز دارم، میرم سئو میکنم. ندارم، بیخیالش میشم. امروز یه جلسه مشاوره داشتم، یه سری دسته‌بندی‌ها تو سایت بود. بعد به اون شخص گفتم که اینا چیه توی سایت زدین؟ اصلا این محصولا که هیچ کدوم برای شما موجود نیست، چرا توی سایت همچین دسته‌بندی رو گذاشتی؟ شما دیگه این محصول رو نمیفروشی؟ گفت که خانم گودرزی واقعیتش ما اصلا هیچ وقت محصول رو نداشتیم. خب یه محصول آزمایشگاهی بود. گفتم خب چرا اومدی اینو زدی؟ گفت به خاطر اینکه ورودی بگیریم تو سایتمون. گفتم میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که تو داری فکر کن مغازه خاروبار داری، بعد یه روز یکی هر روز میاد بهت میگه آقا نون داری؟ تو هم هر روز بهش میگی نه ندارم. خب میره هی داری با این سر کله میزنی، هی ازت انرژی میگیره، هی وقت میگیره. تو هم داری روی کلمه ای سئو میکنی که اصلا محصول موجود نداری. فکر نکنید براتون ورودی میگیره. این ورودی ارزشمند نیست. بچه‌ها فکر فروش باشید. فقط فروش، فقط مخاطب هدفمند. دنبال ورودی گرفتن نباشید. طرف میاد یه عالمه بلاگ مینویسه، مقاله مینویسه، میگه بذار ورودی بگیرم. ورودی که منجر به خرید نشه برات فایده نداره. ورودی که منجر به مشتری نشه براتون فایده نداره. زور نزنید. فکر نکن قدرت میگیری. نه، الکی هی میان تو سایتت. خب بیان، من مشتری میخوام. نه، من کارفرمایی هم که با تو کار میکنه مشتری میخواد، پول میخواد. حالا تو هی سئو کن. پس اگه زیورآلات دستساز نداری سئو نکن. پس چیه تا انرژی میذاری روش؟ اون انرژی تو روی این کلمه بذار، روی این کلمه بذار، روی این بذار. خب پس از تک کلمه یا همون کلمه چی؟ دانه شروع کنید، ولی روی این کلمه سئو نکنید. کلمه هایی که بعدش میان رو باید سئو کنید. بریم سراغ بخش بعدی. نگاه کن، زیورآلات مردانه. آها، نگاه کن. بعد من اینجا میزنم گردنبند مردانه خاص، انواع زیورآلات، خریدش، زنجیر مردانه، گردنبند پسرانه لاتی. ببین ایناست که به درد تو میخوره، ایناست که واسط فروش میاره، ایناست که مشتری میاره، وگرنه زیورآلات واسه تو مشتری نمیاره. اوکی؟ بریم سراغ داروخانه. داروخانه آنلاین. داروخانه آنلاین شبانه روزی تهران. ببین کرج، تهران. اگه لوکیشن داری خب معمولا این داروخانه آنلاین هم توی وابسته به منطقه هستن دیگه، یا تهرانن یا کرجن یا خود اون منطقه رو.
کسی نمیاد سفارش داروخانه آنلاین بده، مثلا طرف تهرانه بعد از اصفهان بخواد سفارش بده، خب همون تو اصفهان دنبالش میگرده دیگه. پس این داروخانه آنلاین اینجا ببین کلمه نیچترش مثلا نگاه کن، تحویل فوری، ارسال رایگان، شبانه روزی تهران. خب پس اینم یکی از روش‌های پیدا کردن کلمه کلیدی های شماست. تو باید اول بدونی مخاطبت چی سرچ میکنه. اگر ندونی چی سرچ میکنه چجوری میخوای واسش محتوا بنویسی، تارگت کنی، بیای بالا؟ باید بدونی قراره واسه چی سئو کنی. خب پس قدم اولمون در تحقیق کلمه در سایت تولید محتوا نیست، تحقیق کلمه کلیدیه. خب و وقتی یه روش دیگه از تحقیق کلمه کلیدی بهتون بگم، ابزار keywordtool.io هست. اینو اینجا براتون میذارم. خب از این ابزار چطوری کمک میگیریم؟ آقا همون کلمه دانت یا کلمه‌ای که حالا بعدش پیدا کردیم، ما زیورالات پیدا کردیم، زیورالات مردانه هم پیدا کردیم. مثلا من دخترانه می نویسم. اینجا فارسی هم داره. خب ببین من کلمه کلیدیمو اینجا نوشتم، اون طرفم پرشین فارسی رو انتخاب کردم، چند لحظه منتظر میمونم. ببینین ابزار به صورت رایگان چه چیزی رو در اختیار تو قرار میده. ببین مثلا عکس زیورالات، انواع زیورالات دخترانه، مثلا میتونی برای این چیکار کنی؟ الان بهتون میگم. خب بچه‌ها پیدا کردن کلمه یک قدمه. قدم بعدی، خب بذار اینجا براتون بنویسم. خب ما اول پیدا کردن کلمه ای، خب ما اول کلمه رو پیدا میکنیم. قدم بعدی کانسپت یا هدف کلمه. هدف کلمه چیه از سرچ؟ خب و قدم بعدی میشه سفارش محتوا. این کانسپت خیلی سرش حرف دارم. خب پس من کلمه رو پیدا کردم. ببین انواع زیورالات دخترانه بهتون نشون دادم، یاد دادم، 2 روش عملی یاد دادم. آقا تو چطور کلمه حوزت رو پیدا کن؟ اینو پیدا کردی، عکس پیدا کردی، مدل پیدا کردی، ساختش. زیورالات دخترانه، انگشتر. خب حالا موضوعی که هست اینکه من واسه این کلمه قدم بعدی گفتم چیه؟ کانسپت یا هدف. هدف یعنی چی؟ یعنی اینکه تو این کلمه کلیدی براش چه سبک محتوایی بالا بیاری. میدونید ما انواع سبک محتوا داریم، همینجوری جلو نمیم. ببین من همین تو قدم یکم هنوز اصلا هیچ کار رو سایت انجام ندادم. یه چیزی که دارم بهت یاد میدم، بهت قول میدم اگه یادش بگیری تو 60% سئو رو رفتی. اینقدر مهم و ارزشمنده. خب قدم بعدی پیدا کردن هم کانسپت یا هدفه. برای پیدا کردن هدف یا هم کانسپت باید کلمه رو سرچ کنیم. ببین من کلمه رو این انواع زیورالات دخترانه میخوام این کلمه رو براش سئو کنم، اما نمیدونم چه محتوایی، چه سبکی، چه مدلی بنویسم. یعنی چی؟ یعنی که براش مقاله بنویسم، براش محصول بالا بیارم، براش دسته‌بندی یا کاتگوری بالا بیارم؟ نمیدونم. اگر نمیدونیم و شک داریم، ببین اصلا کلا حالا نه اینکه شک کم نداشته باشی، باید همین قدم رو بریم. یعنی بعد از پیدا کردن کلمه قدم دوم هم کانسپته. ببخشید کانسپت کلمه است، هم کانسپت نه، کانسپت یا هدف کلمه است.
هدف من از این کلمه مخاطب چیه؟ کسی که سرچ کنه انواع زیورالات دخترانه، من نمیدونم مقاله میخوام سئو کنم یا محصول یا دسته‌بندی. وقتی نمیدونیم کلمه رو سرچ میکنیم. دقت کن به جمله‌ام، این تیکه رو دقت کن. میخوایم کانسپت و هدف کلمه رو پیدا کنیم. کلمه رو سرچ میکنم، لینک 1 رو باز میکنم، 2 3 4 5 6 مثلا تا لینک 10 میتونید باز کنید. خب و اینجا باید دقت کنم ببینم با این کلمه رقبا چه کاری انجام دادن، محصول سئو کردن یا دسته‌بندی یا مقاله. خب وقتی که چند تا محصول کنار همدیگه قرار میگیره بهش میگیم چی؟ بهش میگیم دسته‌بندی یا کاتگوری. خب توی URL هم نگاه کنید این نوشته کاتگوری. ولی در کل وقتی چند تا محصول کنار همدیگه قرار میگیرن میشن چی؟ میشن کاتگوری یا دسته‌بندی. خب لینک 1 دسته‌بندی بود. لینک 2 رو نگاه میکنم. بچه‌ها سعی کنید چند تا رو نگاه کنید. خب این لینک 2 اینم حالا لود نشده ولی خب کم کم داره لود میشه. اینم کاتگوری بالا آورده. URLش هم نگاه کنید. مثلا شکلش هم مشخصه دیگه کاتگوری. پس 2 تا کاتگوری داریم. لینک 3 چیه؟ خب یه مقاله است. ببین خاص‌ترین زیورالات یه مقاله است. پس در حال حاضر من 2 تا کاتگوری داشتم، یه دونه مقاله. اینم مقاله است. کاتگوری 3 تا کاتگوری 2 تا مقاله. اتفاقا چه بحث جالبی شد چون انواعش رو ببینید. 4 تا کاتگوری 2 تا مقاله. 5 تا کاتگوری 2 تا مقاله. 5 تا کاتگوری 3 تا مقاله. 6 تا کاتگوری 3 تا مقاله. اینجا رو نگاه کنید. من میخوام کانسپت این کلمه رو مشخص کنم. اوکی. ما چی دیدیم وقتی کلمه رو سرچ کردیم؟ اومدیم 6 تا بود. آره 6 تا دسته‌بندی دیدم یا همون کاتگوری دیدم. 3 تا مقاله دیدم. الان من تصمیم بگیرم برای انواع زیورالات دخترانه. انواع زیورالات دخترانه آره برای کلمه انواع زیورالات دخترانه دسته‌بندی سئو کنم یا مقاله سئو کنم؟ قطعاً دسته‌بندی. چرا؟ چون اونی که تعدادش از همه بیشتره. پس دسته‌بندی سئو میکنم. منم میرم یه صفحه محصول میزنم، یه صفحه کاتگوری یا دسته‌بندی. خب میزنم تمام محصولامو که زیورالات دخترانه هستش قرار میدم و اون صفحه رو سئو میکنم. چطوری اون صفحه باید سئو بشه؟ سئو سایت فروشگاهی که دیگه اینجا نمیرسم بگمش، ولی آموزشش توی سایت خانم سین هست، آموزش رایگانش. خب و این میشه کانسپت کلمه. خب اینجا ببینیم این میشه کانسپت کلمه. بذاریم ببینم بخش دیگه هست بگم. آها اوکیه. من اینجا بهتون یه چیزی نشون بدم. خب اگر میخواین این موضوع رو بیشتر یاد بگیرین، خب یعنی بحث کلمه کلیدی رو اگه میخواین بیشتر یاد بگیرین یا همون کانسپتش رو، چون میخوام وارد بخش بعدی بشم، یعنی من واقعا چکیده و نکات مهمش رو امشب بهتون گفتم، ولی همین وارد سایت خانم سین بشید. ببین آموزش مقدماتی اینو ببین. این همین حالا به صورت گسترده تر من توی اینم ویدیوها یا آموزش ویدیو 1 ساعت هست بیشتر براتون توضیحش دادم. خب من کامنت ها رو باز میکنم. اگر سوالی دارین در تا این حوزه، خب ببینید سوالی نه جلوتر از من بپرسین نه راجع به یه بحث دیگه تو سئو بپرسین، فقط راجع به همین. اگر سوالی هست پاسخ بگین من چیز کنم جواب بدم.
چند تا کلمه کلیدی دانه میتونیم داشته باشیم؟ یه دونه. شما یه حوزه دارید. خب آقای امیر محمد، ببین بذار یه لحظه سوال طولانیه. نوشته که گفته انواع زیورالات دخترانه با ست زیورالات دخترانه باید با این دوتا عنوان مقاله بذاریم. اولا که من نمیدونم مقاله است، شما الان کانسپت رو یاد گرفتین دیگه، باید بررسی بشه. بچه واسه هیچ کلمه هیچ همینجوری تصمیم نگیرید، بررسی کنید. چجوری باید عنوان مناسب تر بنویسیم؟ من بحث عنوان رو نگفتم، من تو کلمه کلیدی بودم. خب چون ممکنه با یه موضوع 10 عنوان باشه، فقط میتونم چیزی که بهت بگم اینکه کلمه کلیدی اصلیت رو تو عنوان بیار. اگر این دوتا کلمه مال یه محتواست سعی کن فرعی رو نیاری. عنوان سئو شده که اصلا بحثش جداست. یعنی به جرئت میتونم بگم من یه وبینار میتونم براتون بذارم که چطور عنوان سئو شده بنویسیم. چند تا کلمه کلیدی انتخاب کنیم بسته به حوزه تو داره. یه حوزه میبینی، براتون مثال بزنم، این زیورالاته. آقا اینا فقط زیورالات دخترانه دارن یا شاید فقط اصلا گردنبند دارن، دیگه نه گوشوار داره، نه دستبند داره، نه انگشتر داره. خب کلمه کلیدیش همونقدر محدود میشه. حالا بیایم یه حوزه فروشگاه در نظر بگیریم، یه داروخانه آنلاین. آیا میتونم بهش تعداد کلمه بدم؟ خیر. آقا اینا انواع دارو رو دارن دیگه. ممکنه 1000 تا کلمه کلیدی پیدا کنن. هر کلمه‌ای، فقط تو کلمه کلیدی اینو یادتون باشه، هر کلمه‌ای که به تو سود رسوند، هر کلمه‌ای که به تو سود میرسونه روش کار کن. تمام شد. خب من یه سوال کلی دارم، میشه بپرسم سوال فقط تو این حوزه؟ خود کلمه دانه هم باید باشه. متوجه منظورت نمیشم آقای جعفر، یعنی چی خودش باید باشه؟ اگه برای سایت فروشگاهی 5 تا دسته‌بندی پیدا کردیم، 5 تا مقاله، کانسپت چی میشه؟ خب ببینین برای 5 تا سایت های فروشگاهی، اینکه وقتی زمان شما میگین برابره، خب اونایی که توی لینک های برتر هستن، ببین اونا چی هن؟ لینک 1 تا 5، ببین بیشتر اونا چی هن؟ اگر اینجوری برابر هستن، باید اونایی که بالاتر هستن روی اونا خیلی فوکوس کنن، که معمولا سایت فروشگاهی بچه بیشتر مقاله کانسپت، دسته‌بندی کانسپت میشه بیشتر. من سایت فروشگاهی دارم، تو همون صفحه محصول سئو کنم یا جدید بزنم؟ چی رو سئو کنیم؟ تو سایت فروشگاهی بزنین یه چیزی بگم بچه، در سایت فروشگاهی خب اولویت، ببینین اینو دقت کنین چون خیلیاتون سایت فروشگاهی دارین. اولویت در سایت فروشگاهی، خب اول از همه دسته‌بندی. اول دسته‌بندیاتون رو سئو کنید. بعد از دسته‌بندی اجازه دارید محصول سئو کنید و بعد میرید سراغ مقاله. حتی ما میگیم مقاله و محصول اصلا در یه اندازه اهمیت دارن، توی یه اندازه است اهمیتشون، ولی دسته‌بندی اولویت اول سایت فروشگاهی. خب ماشاءالله سوالاتتون چقدر زیاده. خب میگه بعضی وقتا یه کلمه رو ما سرچ میکنیم، بعد کانسپت مشخصی نداره. خب و اینکه 3 تا بلاگ میاد، 2 تا سایت آگهی میاد، اینو چیکار کنیم؟ ببین اون چیزی که بیشترینه، خب تو سایت آگهی چیه؟ مثل همون خدماتی ها میشه دیگه. پس سایت آگهی هم تو یه جوری برای تو مثل همین کتگوریه میشه. خب و وقتی سایت آگهی اومد خوشحال باشید، یعنی رقیبتون قوی نیست. در این رابطه یعنی قوی نیستید.
وقتی آگهی ها میان بالا. چرا زیورالات دخترانه باید روی دسته‌بندی سئو بشه؟ چون توی کلاس توضیحش دادم. کانسپتش چی بود؟ دسته‌بندی بود دیگه. کلمه رو سرچ کردیم، 10 لینک رو اول رو بررسی کردیم، 6 تا دسته‌بندی اومد، 3 تا مقاله. تعداد بیشتر چیه؟ دسته‌بندی. ما رو تعداد بیشتر سئو می‌کنیم. خب من این آخرین سوالم بگم. فیلم وبینار، بچه‌هایی که تا آخر کلاس وای میسن فیلم وبینار رو رایگان دارن. میگه کلمات کلیدی شبیه باشن مثل آباژور رومیزی و ایستاده. کدومشون باید سئو کنیم؟ هر دوتاش رو تو باید سئو کنیم. فقط این که باید بررسی کنی که ببینم اینا روی رومیزی. ببین من یه لحظه اینو سرچ کنم بچه دیگه بریم سراغ ادامه بحثم، بعد من سوالا رو مجدد میام جواب میدم. یکی آباژور رومیزیه، یکی آباژور ایستاده. خب ببین این که چطور صفحات رو از هم جدا کنیم، بذارید اینو بهتون بگم چون خیلی موضوع مهمیه. من دیگه کامنت ها رو ببندم، دیگه سوالی پرسیده نشه، بعد دوباره صفحه چت رو فعال میکنم. خب وقتی شما بین دو خیلی نکته مهمی میخوام بگم، لطفاً حواستو جمع کن. خب خیلی نکته مهمیه. این اصلا بچه ها همینو درک کنید، همین نکته رو از وبینار بگیرید برید اجرا کنید، بردید، تموم شده. وقتی من 2 تا کلمه کلیدی دارم که این 2 تا کلمه کلیدیم، آقا من نمیدونم اینا رو از هم جدا کنم یا با هم دیگه روی یک صفحه سئو کنم. جمله‌مو دقت کن. 2 تا کلمه کلیدی داریم، آباژور ایستاده و آباژور رومیزی. نمیدونم جداشون کنم از هم یا بیام دوتاشون رو توی یه صفحه سئو کنم. 2 تا کلمه رو به صورت مجزا در سرچ، ببین در نتایج سرچش میکنیم. خب این ایستاده و اینم رومیزی. اوکی. برای اینکه تشخیص بدیم این 2 تا با همدیگه در یک صفحه میان یا خیر، ببین چیکار میکنیم؟ باید لینک ها رو بررسی کنیم. چطوری؟ باید ببینم لینکی که اینجا هست آیا توی صفحه ایستادم هست یا نه. بعد اگر دیدیم تعدادشون از 5 تا بیشتر شد، با هم توی یه صفحه میان. اگر از 5 تا کمتر شد، جدا میشن از هم. چطوری؟ ببین عنوان رو کپی میکنی. خب میای اینجا، الان تو صفحه رومیزی بودیم، میایم تو صفحه ایستاده، یه کنترل F میزنم، کنترل V. خب دیجیکالا و عنوانش هم همینه. پس یه دونه مشترک در حال حاضر پیدا کردم. میرم لینک بعدی توروبه. دوباره کپی میکنم. خب توروبم اینجا هستش. ببین همون سایت توروبه. پس 2 تا مشترک پیدا کردم. لینک بعدی. بچه 10 لینک باید بررسی بشه. همینجوری تصمیم نمیگیریم تو سئو. علاوقتکی نمیتونیم تصمیم بگیریم. دوباره یه دونه مشترک. پس الان شد 3 تا مشترک ما پیدا کردیم. خب بریم با هم دیگه توی یه صفحه بیاریمش دیگه. نه تا آخرش باید صبر کنیم. ببین این یکی مشترک نبود. پس تا الان من 2 تا 1 2 3 تا مشترک پیدا کردم. بزنم تا آخر بررسیش کنم. 4 تا مشترک، 5 تا مشترک، 5 تا مشترک و اینم آخری. خب 6 تا مشترک بود. درسته؟ الان من آباژور ایستاده و آباژور رومیزیم 6 تا مشترک پیدا کردم. وقتی 6 تا مشترکه میتونم 2 تا صفحه رو با هم دیگه توی یه صفحه سئو کنم. یعنی هم آباژور، ببین طرف نوشته
آباژور رومیزی و آباژور ایستاده. ببین دوتا کلمه رو توی عنوان آورده. یا انواع آباژور. حتی میتونی بنویسی انواع آباژور، توی پرانتز بنویسی ایستاده و رومیزی. پس این میشه دوتاشون با هم دیگه. وقتی دیدین 6 تا مشترک پیدا کردیم، اگر 5 تا مشترک بود چی کار میکردم؟ اگر 5 تا مشترک پیدا میکردم که مساوی بودن دیگه، صفحه رو از هم جدا میکردم. یه نکته رو یادتون باشه، هر چقدر صفحاتتون از هم تفکیک شده تر باشه، شما بهتر میتونید سئو کنید و راحت تر بالا میایید. یعنی طرف قبلا میومد نظافت منزل در تهران، غرب تهران، شرق تهران، شمال تهران، جنوب تهران، بعد منطقه های تهران، همه رو با یه صفحه سئو میکرد. اون موقع بالا میومد. ولی الان همه چیز باید از هم تفکیک بشه. در تهران جداست، نظافت منزل شرق تهران جداست، بعد خود شرق تهرانم پیروزی باید صفحه جدا واسش بزنی، واسه پیروزی دیگه شهر چه منطقه‌ای دیگه، تهران پارس باید واسش صفحه جدا بزنی. پس هر چقدر صفحات از هم تفکیک شده تر باشن بهترن. الان ما 6 تا مشترک پیدا کردیم. وقتی 6 تا مشترکه خب تعداد بیشتره، پس من میتونم این دو تا کلمه رو با هم دیگه توی یک صفحه سئو کنم. اگه 5 تا بود از هم جداشون میکردم، اگه زیر 5 بود که 100% جداشون میکردم. یعنی برای آباژور ایستادم یه صفحه میزدم، برای آباژور رومیزی من یه صفحه دیگه میزدم. خب این از بحث جدا کردن کلمه کلیدی وقتی شک داریم یک کلمه با هم دیگه توی یه صفحه بیاد. برای سایت مهندسی عمران چطور کلمه کلیدی دانه رو تشخیص بدیم؟ خب یه سوالی که دارم از شما خانم خدیجه، این سایت مهندسی عمران چه کاری انجام میده؟ اول باید مشخص کنید چه کاری انجام میده. خب بازسازی میکنه، طراحی میکنه، طراحی ویلا انجام میده، طراحی چی بهش میگن اداری انجام میده، طراحی بیمارستان انجام میده. چیکار میکنه؟ بچه‌ها توی این خیلی موضوع مهمیه، توی بحث سئو خورد بشید. یعنی طرف نیاد بگه من سایت پزشکی دارم. بابا سایت پزشکی تو سایت چیه؟ من قرار نیست تو رو با کلمه پزشکی بیارم بالا. از کارفرما بپرسید، یا اصلا سایت خودته. نه یا بگو که من سایت پزشکی دارم برم با کلمه بهترین پزشک بیام بالا. خب بهترین پزشک اصلا معنی نداره. بهترین پزشک چی؟ بهترین دندان پزشک، بهترین جراح بینی، بهترین خورد بشید توی هر حوزه‌ای که هستید. الان تو بحث مهندسی عمران من سوالی که ازش پرسیدم گفتم چی؟ گفتم چیکار میکنید؟ مهندسی عمران خیلی چیزا هست. طراحی هست، بازسازی هست. تازه تو طراحی هم یه عده فقط نیچ ویلا طراحی میکنن. یه عده نیچ فقط مدرسه و مسجد و از این چیزا طراحی میکنن. یه عده پاساژ طراحی میکنن. پس اینا رو از کارفرما بپرس یا خودت مثلا زوم کن روش.